قال گفت رب اغفر لی، ای رب من مرا مغفرت بکو. این چی میگن؟ توسل با نامهای الله. توسل کرد با نام الله که رب است. گفت ای رب من اغفر لی، مرا مغفرت بکو. و هب لی ملکن، ای پروردگارا برای من خود یک قدرت سیاسی بده که لا ینبغی لاحد من بعدی. حالا که از الله خواست، گفت که الله متعال ولو که یک کسی یک لغزش هم بکنه پس به الله رجوع کنه، الله دعایش قبول میکنه. ای گفت که پروردگارا برای من یک حکومت بده که هیچ کسی بعد از من اوت یک حکومت نداشته باشه. لا ینبغی که حاصل نشود لاحد، به هیچ کسی من بعدی بعد از من. انک انت الوهاب، توسل به نام وهاب الله. پروردگارا تو هستی بسیار بخشنده. فسخرنا، الله متعال میگه همون یک حکومت برش دادیم. این حکومت ما چی رو برش مسخر ساختیم؟ الریح، باد را. حالا طیاره را چی بالا میکنه؟ باد. فشار سر باد میره، یک دفعه حرکت میکنه. الله متعال گفت امی باد برای مسخر ساختیم، تجربه امری که هر طرف باد میگفت که حرکت کن او حرکت میکردن. رخاء به نرمی صدا میکرد که اینمی کل یعنی کابینه مره از این ولایت ببرش به ولایت دیگه. همین بسته کلگی حرکت میکرد با تخت سلیمان علیه السلام کلش میرفتن مثل طیاره و رمت طیاری بسیار لکس با نرمش حیث و اصاب هر جایی که او میرفت. دیگه چی بود در حکومتش؟ میگه برای علاوه از یک حکومت دیگه برای جادیم و شیاطین، و ما شیطان ها را هم برای این مسخر ساختیم. کل بناء و غواص، که در بین ازی جنها کی بودن؟ بعضشان بنا بودن. بنا معمار میگن، انجینیرها بودن، یا برشان ساختمان ها و بلند منزل ها می ساخت. و غواص، و بعض دیگه از اینا یا غوص شنا در آب میگن، یعنی کسایی بودن که خوب در بحر شنا میکردند و از زیورات بحر حاصل میگرفتن، از ثمرات بحر شکار میکردن، خوب کشتی ها را میساختن، خوب دیمی کارا را میکردن. و آخرین و بعضی از امی شیطان هایی که باز از امر سلیمان علیه السلام مخالفت میکردن، مقرنین بسته شده بودن فی الاسفاد، در زنجیرها. شیطان های سرکشش که باز کار نمیکرد و را بسته کرده بود، نمیتونستن که سر کسی کدام ظلم یا ضرری بر کس برسانه. این کارا را سلیمان علیه السلام به اساس چی میکرد؟ میگه سلیمان علیه السلام خو یک بنده عاجز بود. هذا عطاؤنا، این عطا و بخشش ما بود. فمنن او امسک بغیر حساب، پس عطا کن او امسک یا بگیر بغیر حساب، بدون حساب. این کل عطا که بود عطای ما بود که سلیمان علیه السلام برای یک کسی یک چیز را میداد، برای یک کسی چیز را نمیداد. لشکر انسانی داشت، لشکر جنی داشت، جنهای خوب مردم بودن، جنهای کافر بودن، کل از اینا تحت سیطره سلیمان علیه السلام. لکن به چی بود؟ به امر الله. عطاونا، این عطای ما بود، بخشش ما به سلیمان علیه السلام بود. سلیمان علیه السلام از دل خود چیزی کار کردن نمیتونست. و دیگه از جمله بنده های ما الله متعال میگه واذکر عبدنا ایوب، یاد کو قصه بنده ما که ایوب علیه السلام است. اذ نادى ربه، سر ازی هم یک امتحان آوردیم، سر بنده های خود همیشه امتحانات میاریم. ایوب علیه السلام امتحان شد و گفت یا پروردگارا اینی سیکو اذ نادى ربه. همیشه این پیغمبر ندا به کی میکنه؟ نگفت که ندا به کدام مخلوقی کرد، گفت نادى ربه. نه به قبر مخلوق رفت، نه به مجسمه مخلوق. پیغمبرای معصوم عقیده پاک بودن، توسل با نامهای الله میکردن. اذ نادى، وقتی که ندا کرد ربه، رب خود را، انی مسنی شیطان، یا الله مرا شیطان مس کرده. نگفت که پروردگارا این سختی ها آمده است، گفت شیطان سر من ظلم کرده و شیطان مرا چی کرد؟ سر من این سختی ها را شیطان آورده هست. پس بدی ها را شیطان چی میکنه؟ مسنی شیطان میگه رسانده شیطان بر من به نصب، به سختی و عذاب و عذاب ها. اینال وقتی که ایوب علیه السلام بر الله گفت یا الله بر من سختی ها آمده، مشکلات نصب، مشکلات مالی سرم آمده، عذاب، مشکلات بدنی، دردها سرم آمده است.
الله متعال میگه چون به بارگاه ما رجوع کرد و رب شفا دهنده هست. گفت ربی اذ نادى ربه، رب خلق کننده، روزی دهنده، شفا دهنده. و ابراهیم علیه السلام میگفت و اذا مرضت، وقتی که من مریض شدم کی مرا شفا میده؟ فهو یشفین، الله مرا یشفینه، مرا الله شفا میده. پس ایوب علیه السلام وقتی که دعا کرد که یا رب من، ای کس که تو شفا دهنده من هستی، برای من این تو تکلیف مالی و بدنی آمده است، الله متعال میگه ما برش گفتیم که ارکض برجلک، قدمت در زمین بگذار، بزن می زمین با قدمت. هذا مغتسل بارد و شراب، میگه ای مغتسل است، آب بر تو میگه که هم از او غسل میکنی و بارد است و سرد است و شراب و نوشیدنی هست. پس بسیاری مریضی ها که از توسط آب سرد شفای از اونها هست. اگر یه دکترای طبی متخصص تحقیق بکنن که آب سرد برای غسل کردن کدام مریضی ها را از بین میبره، باز انسان میتونه در تفسیری یا پای از اونها را باز بگویه. و وهبنا له اهله، الله متعال میگه باز ما، چون الله ذات وهاب است، باز میگه ما برش هبه کردیم، تحفه کردیم، دادیم برش، لهو برای امی ایوب علیه السلام، اهل و خانوادهش را، و مثلهم معهم، و مثل از او چیزهایی که داشت مثل خانوادهش، اولادهای بیشتر برش دادیم، رحمت منا، به اساس رحمت از جانب ما، و ذکر لأولی الالباب، و این یک پند است، یک درس است برای انسانهای صاحب قلب سلیم و انسانهای عقلمند. ایوب علیه السلام در وقتی که مریض بود، کدام روز سر خانم خود، خانم از یک زن بسیار با شخصیت صالح و خدمتگارش بود، این خدمت میکنه، خود کدام روز البته تال میتده کدام کار دیگه، ایوب علیه السلام قار میشه و برش میگه که اگر جور شدم، باز قسم میخوره که 100 دانه تو را، 100 همچین تو را، 100 چوب تو را میزنم، از دانش میبرایم. حالا الله متعال میبینه که این بنده صالح و این خانم هم شخصیتی بسیار با ایمان دیندار است، عالی در قسم خود خانس نشه، الله متعال برش میگه که یک چند تا قمچینا رو انتو کلش 100 دانه رو یک جای کو، یک جایش کو کلشانه، و کذمی یک دکه بده برای خانمت. این مسئله که از توقیفی هست، سر از این مسئله خاص برای ایوب علیه السلام است، خاص به خانم ایوب علیه السلام است، سر از این ما قیاس کرده نمیتونیم. چرا حالا ما قیاس کرده نمیتونیم که حالا بگیم خیلی فلانی نفر که هسته اون بگیر قیاس بکنیم سر موسی علیه السلام آسایش بگیم این آسای از یا معجزه است، آسای معجزه مخصوص موسی علیه السلام بود. یا یک نفر دیگه باید که این یا هم قرآن داره، همین قسم پیغمبر داره، پیغمبر داشت، ایره سر پیغمبر قیاس میکنیم. در مسائل اینجا قیاس نمیچله، چون اینجا قیاس نیست، بنا اینجا مسئله توقیفی هست. و این خاص برای چی هست؟ برای کی هست؟ برای ایوب علیه السلام بود که الله متعال میگه و خود بگی بیادی که به دستت دغثن، یک دسته از چوبک ها را، چند تا چوبک بگی بساز، فضرب بهی، باز توسط از او بزن، امی بهی توسط آن، ولا تحنس، و خود حانس نگردان. حانسی است که یک نفر یک قسم میخوره که قسم به خداست که سواد این مسجد یک دانه خوب بخاری لکس میارم، باز اگر ناوردی چی میشه؟ حانس میشه. گفت که خدا حانس نگردان، یعنی قسم شکن یا کسی گناهکار در قسم. چرا الله متعال میگه این حکم کردیم؟ انا یقینا که ما وجدناه یافتیم امی ایوب علیه السلام را صابرا، بسیار بنده صبرناک، نعم العبد، بسیار بنده خوب بود، انه اواب، او بسیار برای الله رجوع میکرد. بعض مردم ها از باز قصای دروغی را ساختن که ایوب علیه السلام یک دانه باغ داشت، صبح که سر اسب سوار میشد تا شام خلاص نمیشده، بازوی چطور شده، باز مچم ایوب علیه السلام تا شد که مچم زخمایش بوی گرفت و فلان 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 شد. بسیار قصه ها را دیگه جور کردن. نه قرآن این همه قدر میگه، یک کمک از مالش گرفته شد، یک ذره مریض شد، به الله رجوع کرد، الله میگه پس صحت برش دادیم، بندی بسیار خوب ما بود، بی صبری نکرد،
بسیار صابر بود، در مریضی و در مشکلات مالی. شما هم میخواین شخصیت های خوب باشین، مثل ایوب علیه السلام واره باشین، از این درس بگیرین. اگر سرتان مصیبت آمد مریض شدین، جیغ نزنین، فریاد نکنین، کفر نگوین. اگر مشکلات مالی آمد حوصله داشته باشین. اینه الله پس کل برتان چی میکنه؟ الله جبار است. چی معنی جبار است؟ یعنی جبران کننده هست. هر سختی که سر تو میاره پس او چی میکنه برای تو؟ جبران میکنه. چرا؟ الله جبار است، جبران کننده، بسیار جبران کننده. الله متعال جبران کرد، گفت نعم العبد، بسیار بنده خوب ما بود ایوب علیه السلام. انه اواب، به خاطری که اواب کسی است که اواب کی میگن؟ کسی که در زندگی خود یک گناه را کرده، هر دفعه که یادش میاد زود توبه میکنه و معذرت میخواه و عذر میخواه از الله تا که الله را ببخشه. و اذکر، و همشان یاد کن عبادنا، بنده های ما را، ابراهیم علیه السلام و اسحاق و یعقوب اول الایدی، که هر کدام از ایناس بسیار با قوت بودن، و الابصار، و همچنان بسیار قلب روشن و چشم روشن داشتن، چشم بینا داشتن. انا اخلصناهم، الله متعال میگه ما یاره مخلص گشتاندیم به خالصت ذکری، که اینا بسیار فضیلت خاصی در یاد ما داشته باشن. ذکرت دار، که بسیار اخلاص داشتن به یاد چی؟ آخرت. همیشه به خاطر آبادی آخرت خود کار میکردن. میگه یک کسی بود آمد پیش یک عالم، گفت صاحب ما چرا از مرگ میترسیم؟ چرا از آخرت میترسیم؟ دنیا را خوش داریم. گفت خود شما دنیایتان آباد کردین، آخرتتان خراب کردین. کی خوش داره که از آباده به خرابه بره؟ اما او کسی که آخرت خدا جور کرده، دنیایش خراب است، بازو خوش داره که هر وقتی که آماده شده به طرف آخرت بره. اینا میگه که یا بسیار خالص در ذکر آخرت بودن. و انهم، و امی پیغمبرای معظمی که نامایشان گرفته شد، عندنا به نزد ما لمن المصطفین، کسایی بودن که ما اینا را برگزیدیم. الاخیار، مردمای بسیار خیر و بهترین از اینا بودن. و اذکر، و همچنان یاد کو اسماعیل علیه السلام و الیسع و یسع علیه السلام را، و ذوالکفل، و همچنان ذوالکفل علیه السلام را، و کل من الاخیار، کل از اینا مردمای نیک بودن. هذا ذکر، میگی کل ازی پند است. و ان للمتقین، و یقینا به انسانهای با تقوا که است، لحسن مآب، بازگشت بسیار زیبا هست. و چی هست؟ جنات باغچه های هستند که عدن، بر سکونت دائمی. مفتحة لهم، که باز شده می باشه برایشان، الابواب، دروازه ها، متکئین فیها، دو تکیه می کرده باشند. یدعون فیها بفاکهة کثیره، می خواهند در این میوه های بسیار زیاد، و شراب و نوشابه های بسیار خوب. و عندهم قاصرات الطرف اتراب، و به نزدشان همسران می باشه قاصرات الطرف. یعنی قاصرات الطرف چی مانا؟ کوتاه کننده های چشم، که چشمشان فقط به شوهرانشان می باشه، و یا اینی که چشمای شوهران خود را فقط به خود مصروف می داشته باشن از زیبایی و خوش اخلاقی و صفایی. اطراب هم عمر می باشه، همین قسم که چی می باشه؟ تو نمی باشه که یک نفر خودش 20 ساله، خانمش 55 ساله، بلکه خودش هم 18 ساله و همسرش هم چی می باشه؟ به می سن می باشه. هذا ما توعدون، الله متعال میگه این چیزی است که برای شما وعده داده میشه لیوم الحساب، به روز حساب، به روز قیامت است. ان هذا لرزقنا، الله متعال میگه اصلی رزق ما خو اینمی هست، ما له من نفاد، که این رزق ما چی نمیشه؟ هیچ وقت ختم یا منقطع یا قطع نمیشه. هذا ای خو حالت مسلمان ها بود. اما بر طاغین، و ان للطاغین، بر نافرمانا، لشر مآب، بسیار جای زشت است. و کجاست؟ جهنم. یصلونها، داخل میشن ای، فبئس المهاد، بسیار بد جای است. امی بسیار بد جای است که این مهدشان یا جای زندگیشان می باشد. هذا ای فلیذوقوه، باز تنها همی جایگاه خراب است؟ میگه نه، در اینجا نوشابهش هم خراب است. باز برشان گفته میشه که فلیذوقوه، پس بچشین این عذاب را، و بچشین شما حمیم و غساق را، هم آب گرم جوشانده
و هم غساق، امو آبی که از زخمها و مرداری های دیگرها می باشه. الله حفظ بکنه. و آخر من شکله ازواج، و بر علاوه دیگه هم شکل از این نوشابه های چتل ازواج اقسام دیگی هست که الله رو انسان نشان نده. هذا فوج مقتحم، این یک فوج داخل شده هستن. آل برشان میگه که یک لشکر دیگه دوزخی ها میاین. معکم مقتحمون که داخل میشن، معکم به همراه شما. لا مرحبا بهم، این دوزخی ها باز میگن که ما شما مثلا مرحبا در زبان عربی خوش آمدید میگین، میگه خوش نامدن. لا مرحبا بهم، خوش نامدن. ما خب کم بدبخت بودیم که یا خدا دی بدبختی انداختن. انهم سال النار، اینا داخل شدنی هستن در آتش دوزخ. قالوا بل انتم، و دوزخیایی که نو میاین بر از جا میگه که خودتان خوش نباشین. یکی دیگه خدا بد میگه نه، پیروای لینن که داخل بشه، باز پیروای مارکس که میایه، بازی پیروای دیگهش که بیای بازی بگه که شما را خدا بشرمانه. لا مرحبا بکن، انتم قدمتموه، شما رذیل بودین پیش از ما اینجا داخل شدین. یا این تفسیر میشه. یک تفسیر دیگه میگه شما بودین که قدمتموه لنا، شما بودین که دعوت کردین ما را تمام روز به طرف دوزخ. بیا سوسیالیست شو، بیا کمونیست شو، بیا قوم پرست شو، بیا زبان پرست شو، بیا پختو غرزنگ شو، بیا فارسی چطورکایی شو. ای نه، شما بدبخت ما را به طرف امی کفر و شرک و مرتدی و بیدینی شما دعوت کرده بودین. الله شما را تباه بکنه. فبئس القرار، باز میگه بسیار زشت جای است امی جایگاه هزنا. قالو، باز امی کسایی که تحت تاثیر تبلیغات مردمای بیدین در دنیا رفتن، بازیا میگن ربنا، ای پروردگار ما، من قدم لنا هذا، کسایی که ما را در اینجا تقدیم کردن، ما را فکر ما را خراب کردن، عقیده ما را خراب کردن، ایمان ما را خراب کردن، ما را به مخلوق پرستی، ما را به انسان پرستی، ما را به قوم پرستی، ما را به شرک، ما را به کفر کشاندن. یا الله چیکو فزده عذابا، سر از یا عذاب ضعفا فی النار، دو چند که عذاب سر از یا، که از یا ما هم تکت تکر شدیم. قالوا ما لنا لا نرى رجالا، بازیاده که چی میگن دوزخی ها؟ میگن کجاست، چی شده ما را لا نرى رجالا، ما یک تعداد مردا بودن، یک تعداد اشخاص بودن، کنا نعدهم من الاشرار، ما را میگفتیم اشرار هستن. امی کمونستا سابق مجاهدین چی میگفتن؟ اشرار میگفتن. میگه یا کجا هستن؟ ما خیلی در دوزخ آمدیم، یا را که ما بعد میگفتیم یا کجا هستن؟ اتخذناهم سخریه، ما سر از اونها مسخرگی میکردیم. ام زاغت عنهم الابصار، یا خطا خورده از و چشمها. ان ذلک الحق، ای سخنها حق است، لحق بر حق است. تخاصم اهل النار، که بر شما بیان میکنه مخاصمه و گفتگوی اهل دوزخ را. قل بگوی رسول الله صلی الله علیه و آله انما انا منذر، یقینا من که هستم منذر هستم، بیم دهنده هستم از این آتش دوزخ. و ما من اله، و نیست هیچ معبوده که مستحق باشه تو را عبادت بکنی و مستحق باشه که تو شریعت از را تطبیق بکنی الا الله، و غیر از الله، او ذاتی که الواحد و واحد است، القهار و بسیار غالب است. رب السماوات والارض، خلق کننده آسمان ها و زمین است. و ما بینهما، و خلق کننده آنچه که در بین آسمان و زمین است. العزیز و بسیار غالب است بر دشمنای خود. الغفار و بسیار بخشاینده هست به بنده های مخلص خود. قل هو نبأ عظیم، بگو برشان که این یک خبر بسیار بزرگ است. انتم عنه معرضون، شما از این اعراض میکنین، روی میگردانین. ما کان لی من علم بالملأ الاعلی، او مردم ما پیغمبر هستم اما علم غیب ندارم در مورد ملأ الاعلی که چی هستن؟ ملائکه هستن در اونجا. ما درباره از اونا معلومات ندارم. اذ یختصمون، وقتی که اونا بحث میکنن که بر کدامشان چی حکم الله آمده که در زمین نافذ بکنن. ما از این خبر ندارم که ملک الموت روحت را چه وقت میگیره، برای ملک الموت امروز چی پیام آورده شده. من غیبا نمیفهمم چیزی که الله برای من نگفته.
یوحا الی، ما فقط یک بنده هستم که بالای ما وحی میشه. در قسمت ما افراط نکنین که پیغمبر علم غیب میفهمه، این پیغمبر شفا میته، این پیغمبر روزی میته. این گپا سر ما تومت نکنین، افراط نکنین. من علم غیب ندارم، من فقط اطاعت از آنچه میکنم که وحی میشه بالای ما. الا یوحا الی، نیست ایوحا الی، وحی کرده نمی شود به سوی من، الا مگر این که انما انا نذیر مبین، فقط بر ما وحی شده که تو پیغمبر هستی، بشارت به نیکی بده، بترسان از چیزا، نذیر ترساننده، مبین آشکارا. من وحی الله را فقط بیان میکنم. از قال، یاد که وقتی را که گفت ربک پروردگار تو للملائکه، برای ملائکه، اینی خالق بشرا من طین. در اینجا الله متعال میگه فکرتان باشه که یک دشمنی که از اول خلقت بشریت دشمنی داره و میخواد شما را منحرف بسازه، این شیطان است. سعی کنین که شیطان کت آدم علیه السلام و بی حوا علیه السلام چی زشتی ها را میکنه و چی گپایی میگه. از قال ربک، هنگامی که گفت رب تو للملائکه، برای ملائکه، اینی خالق، من خلق کننده هستم، بشرا انسان رو، آدم علیه السلام میسازم، من طین، از گل. فاذا، پس وقتی که ما سویتو، هی خوب مساوی ساختم، و نفخت و نفخت کردم، فیه در او، من روح، از یک روحی، یعنی روحی که مخلوق ما هست، با عزت هست. روح مخلوق هست، فکرتان باشه. عقیده همی است که وقتی که یک مخلوق الله به طرف خود نسبت میده، او مخلوق عزت و کرامت میده، اما به این معنا نیست که از جزء الله هست. العیاذ بالله. الله میگه وقتی که دی دماندم روحی که او مخلوق با عزت ما هست، فقعوا له ساجدین، باز برای آدم علیه السلام شما چی کنین؟ سجده احترام بکنین. این در شریعت آدم علیه السلام بود. علما میگن که سجده احترام تا شریعت عیسی علیه السلام بود، بعد از او در شریعت رسول الله صلی الله علیه و سلم سجده احترام از بین رفت. تنها سجده چی است؟ عبادت است. ما اگر همی عالم آدم علیه السلام پیش روی ما بیایم، ما حق نداریم برای چی کنیم؟ سجده بکنیم. چرا؟ تنها سجده چی است؟ عبادت. سجده احترام منسوخ است. در وقت از اینا بود، به امر الله بود. حاکم شریعت الله است. الله میگه این حلال است، این حرام است. اینی کار به او اومد درست بود، برای تو درست نیست. و سجده احترام داشتن، شما ندارین. او باید او قسم الله را عبادت میگه، تو این قسم عبادت کن. باز ما نمیتونیم بگیم که نه والا صاحب واقعا کار کردن ما میکنیم. نه، ما تسلیم حکم الله هستیم. از این خاطر رسول الله صلی الله علیه و آله گفت که اگر در شریعت ما سجده احترام می بود، باز ما خانم ها را میگفتم که به شوهرای خود با اساس احترام سجده بکنن. اما چون نیست، خانم حق نداره که بر شوهر خود چی کنه؟ سجده بکنه. و شوهری که خانم خود میگه بر ما سجده کو، کافر است. نفهمیدین؟ و رسول الله صلی الله علیه و آله که صحابه آمدن گفتن یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، وقتی که کسی یک دوست خدا میبینه، یعنی تو بسیار دوست خوب ما هستی، تو رسول الله هستی، اینحنی له، آیا ما انحنا بکنیم؟ قال لا، انحنا نیست. آیا قبله، ما چش کنیم؟ قال لا، گفتنی ما چکانی هم نیست. فهمیدین؟ در اسلام ماچ هم نیست. بعض علما که میگه دست پدرت یا دست استاد هم ماچ میکنی، یا میگن که یعنی جایز است دیگه به حساب احترامش که رو میکنی. در اصل نیست، ماچ کردن نیست. این حنی له، گفتن لا. ایو قبله، بوسش بکنه؟ گفتن لا. ایو صافحه، دست برش بتن؟ گفتن رسول الله مصافحه کن، دست بتین با یکی دیگرتان. اینی میده اسلام است. فسجد خب فقعوا له ساجدین، باز شما بر از سجده احترام بکنین. فسجد الملائکه، با سجده احترام کردن ملائکه، کلهم، تمامیشان، کلشان سجده کردن. الله میگه اجمعون، به جماعت، دست جمعی، الا ابلیس، مگر ابلیس امر الله را قبول نکرد. ابلیس به خاطر سجده نکردن آدم کافر نشد، به خاطر مخالفت امر الله کافر شد. در حالی که الله پرسانش کرد استکبر، ای تکبر کرد، و کان من الکافرین، الله گفت کافر بود. خدا
بسیاری کسا کافر می باشه در صف مسلمان ها خودم میزنه، تو میگی چه خوب مسلمان است، باز الله در روز قیامت یا در دنیا رسوایش میکنه، باز اگر روز خودش در تلویزیون میخواد سخنای کفری میزنه، او این ما چقدر خوب آدم فکر میکردیم، این خو کافر برآمد، این خو ابلیس برآمد. بسیار کساست، بسیار مسلمان خوب فکرش میکنی، ماچش میکنی، بغلش میگیری، دیگر از باز میبینی که کافر است. الله متعال میگه یا خود در مقاطعه زده بود ابلیس و کان من الکافرین. الله میگه یا سابق ما ایره مشناختیم که کافر بود، لکن ریاکاری میکرد، امتحان که آمد باز حال دیگه کشیدشه. قال یا ابلیس، الله برش گفت ابلیس ما منعک ان تسجد، تو چرا سجده نکردی؟ لما خلقت بیدی، او کسر که ما با دست خود، دست الله. ما و شما وقتی که میگیم که ما اینمی آیت قرآن قبول داریم، کلمه ید قبول داریم، این صفت الله را تشبیه نمی کنیم، تمثیل نمی کنیم، انکار نمی کنیم، تعطیل نمی کنیم. خیلی چی قسم است؟ میگیم قسمش را نمی فهمیم، مربوط غیب است. چی عقیده دارین؟ اونم قسم است که به عظمت الله شایسته است، ید الله شایسته الله، دست موت شایسته موتی دست مخلوق است، از خون پوستی گپ است. ید الله را با دست خود تشبیه نمی کنیم، انکارم نمی کنیم. استکبرت، الله میگه خب ما به دست خود خلق کردم، تو تکبر کردی؟ ام کنت من العالین، یا کدام رتبه بلند داشتی، عالی هستی، بسیار خود عالین فکر میکنی، بدماش هستی؟ قال گفت این رهبر قوم پرستا کی هست؟ شیطان. قال انا خیر منه، ما از اونا کده بهتر هستم. مثل کال میگن قوم ما از قوم از وکده بهتر است، دمون قوم ده حقویل قوم دیر لالده، قوم ما یخشی، قوم از اونا یوق. فهمیدی؟ این حالش کسایی که قوم پرستی میکنن، پشتون، تاجک، ازبک، هزاره، حتی عرب ها، قذافی دیگه، صدام، یا کلشان رهبرشان شیطان بود، ابلیس بود. در کشتن مسلمان ها خوب قویستن، اما باز در کافر که برآمد، باز چون شیطان از خودش ابلیس است، باز پیش از او ذلیل میشه. قال یا ابلیس، ابلیس چرا این کار کردی؟ قال انا خیر منه، ما از واقع صاحب بهتر هستم، خلقتنی من نار، تو مرا خلق کردی. سیکو در ربوبیت الله تا شیطان هم باور داشت، قبول داشت که الله خالق است، لکن در اطاعت الله مخالفت کرد، نفس خدا پیروی کرد. قال انا خیر منه خلقتنی من نار، مرا خلق کردی از آتش، و خلقته من طین، او را خلق کردی از گل. آتش سایکو، گل سایکو، فارسیوان سایکو، دگار سایکو. دیدی نه؟ پختانه تو گوری، نورو تو گوری، دمون غرزنگ تو گوری، او د نورو اغا تو. این پس قوم پرستی ابلیس پرستی است. الله متعال وقتی که دید که ولی بسیار خود پرست است، آتش پرست است، از آثار چیره و ساختمان خود افتخار میکنه، قال فخرج منها، برای از بین بنده های مخلص من. این ملائکی که از نور خلق شدن، از تو که در رتبهشان بسیار بلند است، یا حکم مرا قبول کردن، تو به خاطر قوارین نجست تو آمدی مخالفت کردی. فانک الرجیم، رجم سنگسار هست، یعنی سنگهای لعنت الله در فرق تو هست، تو لعنت شده میری دوامدار. و این علیک، و یقینا بر تو کس لعنتی، لعنت ما هست، یعنی تو طرد هستی از رحمت ما. لعنت چی را میگه؟ اللعن الطرد من رحمت الله، لعنت یعنی راندن یک کسی از رحمت الله. از این خاطر کسایی که دیگه دو میزنن که به پدرت لعنت و به مادرت لعنت، میگه یا دوزخی هستن، چه دیگه خطرناک میزنن. الی یوم الدین، تا روز قیامت سر تو لعنت الله هست. قال حال دیگه شیطان فهمید که والا من خود تکه شدم، برباد شدم، بازی کافر که بفهمم من کافر شدم در دوزخ میرم، نه با یک چند تا دیگر هم در دوزخ کت خود ببرم دیگه، من تو چطور تنها برم. اینال چرسی همیشه کش میکنن دیگرم چرسی بسازه، لدو باز دیگرم میگه بیا یک لدو بزنیم،
شراب خوردگار میگه تو هم شرابی، تو بگی که مشکل دوست هستیم رفیق هستیم از دست رفیقت مردم زارا میخوره، تو بگی اینه پیش میکنه بر گلاس شراب، پس از این خاطر کافر کشت میکنه به کفر خود. آل شیطان دیگه میخواد که دیگرم کافر بسازن. قال گفت ربی رب من فانظرنی، پس مر یک مهلت بتی الی یوم یبعثون، تا روزی که مردم مبعوث میشن. قال الله متعال فانک من المنظرین، تو از جمله کی هستی؟ منظرین هستی، برات وقت داده میشه. الی یوم وقت المعلوم، تا اونم روزی که وقتش معلوم هست. آل شیطان دید که بر ما وقت داده شد. قال گفت فبعزتک، پس قسم از به عزت تو. شیطان عزت الله را مشناسه لکن متکبر است، الوهیت قبول نداره، ربوبیت تسلیم است و اطاعت عبادت الله و شریعت الله. گفت که به عزت تو قسم است لاغوینهم اجمعین، که من کلی اولادی آدم چی میکنم؟ گمراه میکنم. تو گمراهشان کنم که یکیش کمونیست شود، دیگهش سوسیالیست شود، دیگهش دموکرات شود، دیگهش مثلا غربگرا شود، دیگهش شرقگرا شود، دیگهش شیطان پرست شود، دیگهش یهود شود، دیگهش نصارا شود، دیگهش فرقه و گروه قوم پرست و زبان پرست شود. رنگ و رنگ یارا مجبور میکنم. اما شیطان، الله چقدر مهربان است، شیطان گفت یک کس من گمراه کرده نمیتونم. کیست؟ الا مگر عبادک، بنده های حقیقی تان، منو در بین انسان ها می باشند، المخلصین، که توحید در نیت مراعات میکنند، یعنی هر کارش فقط به خاطر رضایت توست. حالا اگر یک نفر تو مخلص باشی، من اینجا درس میتیم، یک کس من میگه والا استاد همی چندان درس خو ندادی، هم تشکر، ما خو به تو درس ندادیم، به خاطر رضایت الله درس دادیم. یک نفر طلا فروش است، طلا خیرات میده. یک نفر کچالو فروش است، چی خیرات میده؟ کچالو. الله از او طلاش قبول میکنه، از دیگه چیشه؟ کچالو. خیر است اگه درس من ضعیف است، الله ایدم به ضعیفیش قبول میکنه. تو که بسیار لوکس هستی، برو پیش یک پروفسوری که باز بر تو به انگلیسی و فرانسوی ترجمه قرآن بکنه. از ما خمه قدر است. یک کسی را صدقه میدی و دیگه میبرش میگه والا همون کسی را صدقه دادی، او گفت چیز یک کالای ارزان بای برم داده، تو برش میگه والا ما خیره به خاطر چی کردی؟ به خاطر رضایت الله. من دیگه تشکری از او فقیر نمیخواستم. اگر خوش است یا خوش نیست رضایت الله است. صدقه میکنم، چطور میکنی صدقه تا؟ والا یک 50,000 میخوایم به خاطر پدرم صدقه کنم. کدی؟ انشاءالله. چه قسم کدی؟ ما خو ندیدیم، الله دی. بردم چند برجی برنج گرفتم، روغن گرفتم، او ندو یک مدرسه بر تفلک ها دادم، کالا گرفتم به تفلای یتیم دادم. ماشاءالله. کس سرش خبرم نیست. یارا باز میگه، شیطان میگه یارا من سرشان غلبه کرده نمیتونم. اگه نه که باز خیراتشان بر ریاکاری است. تو بیا و بچه او غریب صدا کو، بیا اینجا، بیا اینجا گم شو، تو بگی صدیره چرا خیرات کردی؟ چرا کفر در نیت نه؟ عبدالزاده دارم، به خاطر عبدالزاده او بچه اسقاط 500 بیتی که عبدالزاده کمرش بشکنه، از 500 کم ندی، از صدیه قاق بگیری کم تو. بچه های عبدالزاده که سعی کنن که بگیم قاق 1 2 3 4 5. شیطان میگه یارا باز من خوب دیگه درو میکنه. فهمیدی یعنی الا عبادک منهم المخلصین. بنده مخلص است. در مجلس هم که میره کس برش نمیخیزه، در مجلس هم که میره کس برش استاد نمیشه. مدرسه بیچاره اینجا میشینه یک کنجکی. الا عبادک منهم المخلصین. الله متعال ما و شما را اخلاص نصیب بکنه که باز الله تاپی اخلاص در قلب ما بزنه. اینه باز مخلص میگن. در اول درس گفتیم قال فالحق والحق اقول. الله متعال گفت گوش کو، ما حق ای حق است و حق ما میگم.
لأملأن جهنم منک، باز من پر میکنم اینمی دوزخ از تو ابلیس، و من تبعک منهم، هر کسی که از اولادی آدم علیه السلام یا از جنها و انسانها متابعت تو را کردن، اجمعین تمامی از اینا را الله هم برش ای اختار داد. گفت گپ تو ای کار من، برو تو هم کار کو، من هم قرآن نازل میکنم، سنت حدیث علما را دعوتگرا را که اینا به طرف ما دعوت میکنه. کسی که پیروی تو را کرد، باز من تو را کت پیروای آتش دوزخ داخل میکنم. قل بگوی رسول الله صلی الله علیه و سلم ما اسألکم علیه من اجر، وقتی که من براتان قرآن بیان میکنم و سنت بیان میکنم و شما را دعوت میکنم، در مقابل از کدام اجر نمیخوایم. و ما انا من المتکلفین، و ما بسیار متکلف هم نیستم که تکلف بکنم. بعضی کسا دعوت هم کس تکلف میکنه دیگه، بسیار خدا نشان میده که برادرانی، عزیزانی، علاقمندانی، فصحای، بلغای، چطور که تکلف است. بگو بیادر قند، این دین است. زیاد رسول الله میگه من بسیار تکلف نمیکنم. صحابه تکلف نداشتن. تکلف چی رو میگن؟ تکلف یک نفر در خانیت میایه، یک میمان انا دیگه بده او بیچاره یک دانه چیز میاره، تو یک کیلو تربوز خورده میتونی و بر تو یک سیر میاره. این حساب یک سیر تربوز، این یک سیر خربوزه. یک جای رفتیم برای ما 30 دانه انار رو توته کردن. گفتم ما رو چی فکر کردین یک دانه یک پس ببر؟ فهمیدی این حال تکلفی است که در میمانی تکلف، در دوستی که کتمه گپ میزنه دیگه یک حرکات میکنه، السلام علیکم و رحمت الله، چقدر خدا زیاد کپ و کپ میکنی، تکلف خوب نیست. صحابه می قسم قول میدادن بغیر از الله سر خود خم نمیکردن. یک دست دو دست خود کپ میکنه، این تکلف است، ناروا است. در جورپرسانی تکلف، در نان خوردن تکلف سهل میکنه. خب من اینه که دستم میخورم، نه استاد تو بگی می قاشقه و دیگه تو بگی می پنجره، تو بگی می گوشتکه. برادر پیشتیم گوشتم از نانم از زیاد تکلف نکنین. این حاله در تبلیغ هم تکلف، در رساندن دین هم کلانکاری. رسول الله صلی الله علیه و میگه و ما انا من المتکلفین. در میمان کردن میمانا رسول الله چند نفر ده صحابه چه قسم تکلف نداشتن. توی میکرد کل میماناش 10 نفر. اگر تو داروسید واقعا مطابق سنت رسول الله عروسی بکنی 10 نفره که خبر بکنی، هیچ جنجال نیست. نه والا باید این را خبر کنیم، او بازو خفه میشه، او را خبر کنیم، او خفه میشه. یک وقت سعی کنیم 500 نفر شدن، باز میگه در خانه جای نمیشه بریم در هتل. باز که در هتل رفت باز میگه خب حالا که در هتل رفتی باز مردکه میگه در هتل خب بی ساز نمیشه. باز که ساز آورد میگه بی رقص نمیشه. بی رقص که نشه بی زنگ نمیشه. باز که با موتر گلپوشش تکلف نکو. صحابه بار از او خانه کارو میگرفت میبرد در اونجا، صبح که میشید یک دانه گوسفندک خورتره که 8000 7000 قیمتی رو میگرفت، برای چند نفرم دوسکای نزدیک خود یک کاسه شوروا میداد. دیگر از که پیش رسول الله صلی الله علیه و آله رسول الله فو این رنگ تغییر کرده. چی شده؟ تزوج را ازدواج کردی؟ ماشاءالله ابیکرانم سیبه. نه صحابه تکلف داشتن، نه رسول الله صلی الله علیه و آله. این هو الا ذکر للعالمین. این قرآن عظیم شان و این احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله که هستن چی هستن؟ ذکر هستن، نصیحت هستن، شریعت هست، قانون است برای تمام بشریت و کل اهل زمین. ولا تعلمون نبأه بعد حین. و زود میفهمین انشاءالله خبر از زیر بعد از یک مدت. باز یک مدت بعد که شما در قبر برین بخیر، در روز آخرت استاشین، باز کلی خبرها را اگر عالی قبول نمیکنین باز وقت میفهمین. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا الله و استغفرک و اتوب الیک.